ما کشتی حضرت نوح رو رفتیم از نزدیک دیدیم و موزه‌ای که نزدیک به کشتی حضرت نوح هستش فسیل چوب کشتی حضرت نوح، ماهی‌ها و صدف و همه اینها هست و جالبه که این کشتی دقیقاً به همون شکل و به همون ابعاد فسیل شده در روی این کوه وجود داره و با جرأت میتونم بهتون بگم که وقتی پامو توی اون کشتی گذاشتم خارج از مکان و زمان شدم. یعنی انرژی عجیب غریبی این کشتی داشت و هیچ وقت خودم فکر نمی کردم که کشتی حضرت نوح موجود باشه و بشه به این وضوح در واقع دیدش. امروز قراره به محلی قدم بذارم که یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخه. جایی که سیل شرک و نفاق دست رد به سینه دعوت حق زده و پیامبران عظیم الشأن و اولوالعزمی رو با عده قلیلی تنها گذاشته تا اینکه یک انفجار بزرگ، یک معجزه بسیار شگفت انگیز صف مؤمنان و مشرکان رو جدا میکنه. توی سفر به ترکیه میخوام به سرزمینی قدم بذارم که گفته میشه کشتی حضرت نوح و یارانش پهلو گرفته و حیات جدیدی رو روی این کره خاکی رقم زده.